بله خوش اومدید به قسمت 15 و نورمال علی ما قسمت 15 تونه غریب پشما میریم برای بازی I call the shots, I'm the one that scars you, but stripes do harmonize. Welcome to the exciting match. Both teams are hungry for the win. Let's see who's آبه دهن آره کنم در ببند. بله همه سنت ها رو انجام دادیم فقط بسته داریم through ball. الان سر یه Nice through ball. یا علی خب نورمال Threaded through. من Pass یه back. 5 Oh, they lose possession کریر now. نجاتی که برای خودم همینجوری میرم Carrying the ball forward. همینجوری بازیش میکنم دیگه رو Heavy shot. تیمشم بارسایه تو این کریر نجاته کاری نمی کنم Keeping possession. A very timely interception. Keeping possession nicely. Pressure forced the یا error. اول The shot was outrageous. Looking to keep possession. Quarter of the half gone. Both teams showing positive intent. اونجا دیگه اصلا نمیدونم دارم چی میگم اونجا با Delicately بارسا played. روی لول 5 الان لول 3 روی لول 5 Knocks از it toward the front. Tried a through ball. آرسنال 1-0 عقب بودم 3 Seeking out a بردم passing آرسنال lane. دیگه چی نیاز دارم حاجی روی لول 3 که برای آرسنال میگه خطا Fails to keep the ball. حاجی این دووری Pressure forced the error. مثلا واقعا یک آچار فرانسه است که Tried a through ball. بهترینی میده و الکساندر آلنلو آرنسلو ایساک بله جارو برقی کشید به اتاق دوستان آی بگیریدش نذارید فرار کنه آقا بابا تو چیکار میکنی اونجا کناته اصلا کناته جایگیریش عالی بود اگه بگیر Spotted the opportunity. What an amazing save. The keeper به اون just راحتی هم به این دروازه‌بان دیگه نمیشه گل زد might be able to get in behind the defense. Fails to keep the ball. سال 2012 بهترین 2012 نه 2019 بهترین دروازه‌بان سال شده Losing possession. ولشون نکنید Through ball. Nice through ball. A through ball attempt. Heavy shot. این اوبلاک چی جوری اینجوری گرفت So the whistle is خدای blown. اوبلاک We're going into the halftime break. راست مهدیار اتلتیکو مادرید رو برداشتش رفت یه لیگ ساخت الان من دارم مهدیار رو پس قسمت این قسمت 15 قسمت 20 قراره برای تیما یه پلیر بذارم بگیرش فقط تیم لیگا تیمی جامعه قسمت نمیدونم قطعا 40 قسمت داریم آلیسان اصلا داری چی کار میکنی تو این گریزمنشون خیلی بده میگم آجه این خطریه یا علی چه موقعیتی با صدای خدایی قوی چه صداییه آها بیا بگیر
حالا فقط رونالدو A توی reminder that چهار no lead is میرسه entirely جلوی comfortable in this سیمونه game. و تاکتیک دفاعیش Losing تطبیق possession. کنه. حالا میخوام با ایساک این روند رو بشکنم. الکساندر ایساک Square pass. پدر هتریک کردن توی لیگ یعنی الکساندر ایساک. Through ball. با این پاس زیبایی که بهش دادن اینجوری اصلا فکر نکنم بتونه بره. Fails با to keep the تاکتیک های ball. دفاعی که این دیوز سیمونه میشینه از نمیتونه رد شی اما What a chance. بشون هتریک. حالا میخوام پوکر کنم. پوکر تا حالا کسی نکرده. A slight wobble, but still commanding the scoreline. اولین کسی شو که پوکر میکنی برو Keeping possession. بگیرش. Nice through ball. بگیرش. میخوام اولین کسی باشه که پوکر میکنه. بگیرش Into دیگه. the middle. Ball is رونالدو هم تا حالا پوکر نکرده. مسی، نیمار همه بکشید کنار جلوی ایساک. restart from the goalkeeper. همه فوتبالیستای دنیا باید جلوی ایساک بکشن پایین، چون ایساک اولین کسیه که جلوی سیمونه و تاکتیک دفاعیش میخواد پوکر کنه. هیچکی تا حالا نه جرأت کردن این کار داشته نه هم Danger. انجامش Reverse it for now. داده. من پوکر کنم. Nice through ball. پوکر Face بازی to کن face with the میسازم goalkeeper. از ایساک. Losing possession. بده پاسو. Forward long pass. بابا پیری کن. Through ball. نریم خب ماما Knocks it toward the front. برو دیگه. ایساک بگیر از همینجا بگیر توپ دیگه. بشوت بره بشوت That's a بره. splendid clearance. نگران نیستم چون هتریکه رو کرد. یا علی داشت شوتی میده. Referee has خب یه blown پد the whistle. میگه وقتی We have a final score. علی باید اینه هتریکو کرد. دومین بازی لیگ و اولین بازی چرا اولین لیگ ما بازی داریم؟ چرا سلام واسه گل میده که این بازی اصلا نداد. اینجا نفهمم باشه اینو میفهمی که من اینجوری من تاکتیک بچینم. The game is about to start. Hope to see a fierce match today. تاکتیک حالا جلو اینا باز تغییر داد. دیگه تغییر نمیدن چون اینا همش از قبل حریفشون رو آنالیز میکنن. الان قرار فوتبالیست شد. مکالیستر هم که برای یه پاس دادن مرد، ولی ایساک برای یه گل زدن Might نمود. really be able to trouble them here. And the ball is in the net. Crowd would have gone crazy, and quite rightly so. What a finish that یه گلی is. اصلا آبرویه. Through ball. آبرو نداریم چرا؟ A through ball attempt. Carrying the ball forward. Nice through ball. آقا زد گم شو کرکز. آخه تو چی گوی Beautiful میخوری؟ footwork. باید تو دفاع رو جمع کنی آقای ابراهیم کرکز. Fails to keep the ball. Chances on. ایساک حالا ایساک یک Good ball movement and a فریب decent position شانه here. من سیتی رو میکشه کنار. بی حریف این الکساندر ایساک. Still in control of the scoreline. اصلا but that's a جلوش wake-up باید call. زانو بزنی تو. Opening quarter تو of an چی hour کار complete. داری جلوی Teams این looking to میکنی؟ باید establish زانو control. بزنی جلوش به جای اینکه اصلا بخوای باش بجنگی. Oh, اوه سلام پاس oh میده dear. کش Looks like the میگیری. shooter left shooting boots behind. اون دوتا پاس گل دیگر هم خود بازیکن من سیتی داده. چونی گرفت برای همین که صلاح پاس گل نده. آقای پاس گل Might still work out for them. فریپوک استوپش کن. یا علی فریپ Reads the play beautifully. بزنید. Oh, they lose possession now. خوبه دقیقا یه پرتون So گرفت we'll restart with that throw in. خونی
A through ball خطا attempt. بود دیگه آجینا. Losing possession. نه خطا Threaded through. نه بدا. Right through. بسیتی. Here's the cross. The team is showing aggression, grabbing the lead early in the game. Heavy shot. Not a بابا real نمیذاره challenge for the هتریک keeper. کنه ایساک. سال اول که Nice فقط through ball. هیچ میداد ایساک میزد. A through ball attempt. حالا ویسه لیده. Losing possession. Beautiful through ball. A very خب timely بسیار نسبت به interception. سال اول بهتر شده. خدای خیلی. Well آخه timed 10 نفر tackle. ریختن سر چجوری میخوای Through رد چی؟ ball. بازم میده. A through ball attempt. Nice through ball. ویتزه خیلی خوب باز میده. Beautiful بقیه through رو ball. دیگهشون داده. اونم Fails to keep دفاعشون the قویه. ball. سیتی. Through ball. صدا. Tried a through ball. Losing possession. آها Reads فرار. the play beautifully. آقا دو تا A پاس through گل ball attempt. یه برای شما که نمیدیم. Fails to keep the ball. خدا. Beautiful through ball. They'll Why? be delighted with the team's first half performance. خدای حساب ندارم اونجا دستین دوباره. Plenty to consider based on what we've seen so far as the second half begins. هر نیمه 3 دقیقه طول میکشه. Threaded through. پس ما باید Regain 6 possession. دقیقه برای هر بازی الاف باشیم. یا علی یا خدا. Strikes it in the box. یا البته Stunning display of finishing. اولیو چی جوری اونجوری جا گذاشت. 1.90 سانت قند نتونست با یه تکل جلوی اینو بگیره. نگاه نگاه راحت نگران نباشید. آقا این الکساندر ایسا که هتریک میکنه، دبل میکنه، پوکر هم Carrying the شاید ball میکنه. forward. فقط آروم نمیکنه. Fails to keep the ball. Fails to keep the ball. Through ball. Losing possession. Through ball. Threaded through. Strikes it from distance. کن لطفا. این هالند خطری ترین مهاجم تاریخ فوتبال الان. تاریخ Restart فوتبال from the نه ولی goalkeeper. دنیا هست. Position at the back post. Tried a through ball. تاریخ نه ولی دنیا Is it in? آره. Plenty of power ولی on that. در اصل از نظر روی کاغذ خطری ترینه جهانه. در اصل این عیسی که زن همه رو رحم نداره. یا باید آروم Despite that بکنه setback, still یا in the نکنه. driving seat. یا محکم میگه نکن نداریم. آقا اینجا ایساک میگه نکن نداریم. Fails to keep the ball. اینجا یا باید آروم بشی به خاطر ایساک. وقتی مخصوصا میای داخل زمین ما. آها اونجا دیگه جهنم Might be able to get in behind the آنفیلد. defense. اونجا یا باید آروم Losing محکم possession. بشی یا باید Beautiful through ball. فرقی نداره برات. اونجا دیگه باید محکم بشی. Pressure forced the error. همون Throw in. So we'll restart with that throw in. A very timely interception. Through ball. Nice block. Fails to keep the ball. کلای لیسونه Losing یه possession. جوری میده. Beautiful through ball. Fails to keep the ball. A through ball attempt. Reads the play beautifully. آخه من میدم به ایسان تو چرا صاف میدی بره. Square pass. Losing possession. تاریخی میکنیم. برسه این برسه تاریخیه Through ball. خودش. Losing possession. کسخل ایساک همه نمیدون رد چه از یه دفاع. اون همه دفاع رو رد میکنه. یه دفاع رو نمیتونه رد کنه. البته همین یه دفاع میشه یه همه دفاع. Fails to keep the ball.
Threaded through. The referee says این یه بار از آکه رد نشد، اصلا رد نشد، جدا از این که آکه اینجا زایده شد در گل چهارم. ما آروم نمی کنیم، ما تا ایساک نیا 10 بگیره می کنیم. بله پرگلترین بردم داشتیم. رال که اصلا ولش، نه اون که اصلا ولش، یه بارسلونا. آخ نبرد اول و دوم ما باید اختلاف بگیریم. the game will be quite fierce and unpredictable. You never know what will happen today. Let's have a look. The match has begun. Losing possession. خدایی بازیکن خوبی. یونایتد نباید اینو میدادی. Through ball. شد اسطوره. A very timely interception. Outplay it. که آقای بارادوناست. ولی خب بازیکن خوبی شد. They're looking to create space. Well-timed tackle. چرا با دست صبح کرد داور هم نگرفت. Through ball attempt. بعد گل دیگه سلا کاش ایساک زد. دمت گرم روند همیشگی. A reminder that no lead is entirely comfortable in this game. Square pass. آقای پاس گل لیگ هم امسال داریم آقای پاس گل لیگ قطعا سلا خیلی خوب پاس میده. نمیذارم برسه به سلا. آفساید دیر کن. نمیذارن به سلا برسه. میدونن سلا باز بده امکان گل شدن توپ 100 برابر میشه به خاطر شانس خوب سلا. تا یک پاس گل دیگه برای سلا ثبت بشه، یک گل دیگه هم برای ایزاکی که حالا دوبار آقای گل لیگ شده و هیچ بار آقای گل لیگ خود اصلا من رد دادم. آچار فرانسه، کسی که فرانسهش آچاره. نمیدونم درست گفتم یا برات گفتم. فرانسهش آچاره. آره فرانسهش آچاره. یا علی بکن تاکتیک که من چیدم اینه که پاس که میدیم همه بیان جلو، بعد در جا از تمام قدرتشون استفاده کنن، همه برن عقب. دیدیم توپو گرفتن و همین هیچکی نمیتونه رد شه. نگاه کن سلا هم برمیگرده در کسری از ثانیه. برو سلا بگید سلا دیگه کستی که چرا پاسکاری میکنید. نیو نگاه گرفت. میکلو بگیر. دفعه قبلی جلو ما گل زنی که بازم سویش باختن. پاس بده به سوبوسلا. حالا سوبوسلا پاس میده به تو. حالا تو هم برو گل بزن. هورا هتریک بعدی. تو ورزشگاه دیگو آرماندو مارادونا اینا رو داریم میذاریم. همون ورزشگاهی که براشون خوشایندترین ورزشگاه دنیاست. یه دورم سلا دیگه پاس گل بده. ایساک شد دمت گرم به خاطر کوپرت. همین الان بازی رو جمع کنیم یا بیشتر میزنیم. آخه این وضعیت قبل نیمه دوم اصلا خوب نیست. مثلا برای اولمپیاکوسی که جلوی امباپه واداد یه 4 تای خورد، ولی تو یه نیمه دیگه اونو نخوردن. اونا تو یه نیمه 3 تا خوردن. داداش احوالتون. ولی الان واقعا نمیخوای وابدی جورش لیت نده. همه گرم ایساک برو گل لیگه.
A through ball attempt. بودو پس رحم نکن اینا با Losing نبودم دیگه possession. اوده Beautiful تونش footwork. بکن The opponent team just got a ما free kick. بوری والله باید دعوا نکنیم فندایی که میزنه مادرتون Here میگه comes the free kick. آقا من برای خودش Square گفتم pass. فندایک بود خب دعوا میکرد فندایک اصلا رحمی داره اون سیس اون قد دویکل 1 متر و 95 سانتی خودش یک کابوسه یعنی ببینیش میرینی تو خودت میگی خوابم Well, that's how to dispossess the opponent. جدا از این کار نه خطا میزنم Well-timed tackle. Reads the play beautifully. Square pass. دیدی خطا کرد رو ویس Through ball. Through ball. Losing possession. الان میگه اصلا برای ایساک نمیتونم چیزی بگم ولی میتونم یه چیزی Fails بگم to keep the ball. میگه صلاح چجوری داره اون پاس میده Square pass. Fails to keep the ball. بنازم فندای کورا بالاخره یک گوی خورد تو این بازی They thought they were onside, but the flag's gone اون up. با سر نبود داشتی با کیر میپریدی بیشتر فکر کنم مگه نه They're setting up for a quick one. هدفت کیر حریف بود چون خودت کیر نداری Losing possession. Beautiful through ball. Nice آقا block. بده سلا بده سلا Fails to keep the ball. بیشترش کن A through ball attempt. ایساک برو گل Pass بعدی backwards. ایساک Pass. یه گل بزن تو نیمه دوم اصلا Pushing it ایساک forward. گوی نخورد تو نیمه دوم Good play one-on-one. ایساک یه غلطی بکن پاو توپ هم به زور داری میشی تو بناز یه گوی خورد آقا یه گوی خورد یه دریبلی زد Fails to keep the ball. همون آدم حالا تو بگیره هویلوند رو نگاه هویلوند آخه Losing possession. تو گوز کدوم محلی هستن Is it in? اینجا Plenty نگاه of من power نشون on دادم that. الان Need to be گوز hitting the کدوم target from محلی that گوز بیرون distance. زنی با ایساک تو هم گوز تعویزی مگه نه Sending it deep. نه Well-timed جدی tackle. آخه تعویز کرد A through ball attempt. Breaking free. Score. نه خدایی دارم میگم هتریک پاس گل یا حتی کوپر پاس گل جلوی شما زشت نبود دیشب مسی رو یه هتریک پاس گل کرد یک گلم زد Despite اینکه that شما setback, کاپیتانتون still in the دبروینه رو driving seat. تازه بیارین داخل اصلا این زشتر شد که Through ball. خیلی زشت شد دیگه Knocks it toward the front. Tried a through ball. No more time left, the referee says, and that will do. نه ادیتور نذار تعداد گلا رو نذار بکنیش صفر نابرشون میره نمره ایساک هم نذار سلا هم همینطور خدافظ گفتم همه رو بذار بله بورسایی که نه انتظار نداشتم بیا اونقدر برین پایین درستون ده توی بازی 4 روممونو باید الان انجام دیدیم ولی یه لول برم بالاتر دقیقش هم چی خبره داداش کنی خبر فوری همین الان از ساختمون سقوط کرد هویلوند چون نتونست گل بزنه جدی Let's have a look. There's ولی the در whistle. بازی بعدی حضور دارد Nice through ball. چون اون روحش هم میتونه بازی کنه مثل همیشه اون عاشق فوتبال Square pass. حتی اگه بمیرم بازی میکنه چقدر سرعت بازی زیاد شد Well-timed tackle. سرعت بازی حریف نباید انقدر زیاد میشد مخصوصا توپ Might be able to get in حالا behind the ولش defense. کنی سا چجور نتونست رد شه Threaded through. A very timely interception. گمشین Looking for بیاییه options. بابا این بدبخت چه گوی بخوره بزن کنه رو Mid کن standard block. کارت نداد بنازم دوبار از مای They're
looking to بدون create بودجه. space. ام، 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 Reads the play beautifully. Great anticipation there. The goalkeeper has done exceptionally well. Knocks it toward the front. Nice block. داداش Tackle. خیلی سرعت بازی زیاد شد. Knocks it toward the front. بزن کیمش. Long pass. Sensational stop from the keeper. Seeking out a passing lane. بابا یک گل بخورین. The first half of the نیمه match آجی is over. تموم شد در 30 ثانیه. 1 دقیقه و نیم انتظار نداشتم نیمه تموم شد. Second half is finally starting. They stole the ball. Good play one-on-one. Square pass. Reads the play اصلا برام beautifully. مهم نیست بازی قبلی چه گوی خوردین. Beautiful فقط through بزنید. ball. Danger. Reverse آخه it for شما now. دارین اینجا چه گوی میخورین. برگردین دفاع همه. حالا A دوباره through ball بکشین عقب. attempt. جلو. حالا Carrying the بیاین ball عقب. forward. حالا بیاین جلو. حالا Forward برین long عقب. pass. حالا برین جلو. اوش ایساک کجایی؟ Looking for options. ایساک. Through ball. آخه ایساک بگو دیگه. Fails to keep the ball. Position at the back post. The goalkeeper relatively untroubled. Thunder's clear. سوباسلا بگیر. ای کسمک. Beautiful through ball. بده. Through ball. Excellent پاسو. چه زمانی میده. losing possession. کونی خطا نکن دیگه. داورم نمیگیره آخه. داور یه زمان به نفع اوناست یه زمان به نفع ما. منطقی بدون بودجه. We داور will have some additional minutes at the end here. گو خوردم همون نرمال. دیگه نمیخوام مساوی کنم. بارسای عزیز کن همین که شما پارسال سهمیه رو دوباره برای بار سوم نگرفتی برای من عجیبه. برای رئال برای بار 4 گرفت سوم. چون این فصل 4 ماست از بین 10 فصلی که قرار داریم سرویس. چه لطفا گل بخوری نخوری دوست عزیز. چه ارسال قشنگی روی سر الکساندر ایساک. پاس بده دیگه کونی. نتیجه اول نتیجه صلاح زد. صلاح پاس داد. من اعتراض دارم آقا نگاه کن. صلاح پاس داد. نه ویلز نه صلاح بود آقا به قرآن صلاح بود. از اینجا پاس داد آقا اونجا که صلاح پاس داد. من اگه برای صلاح پاس دادن فرصت نکنم عجب پازنی هایی دارن میکنن. وقتش اینجوری با صلاح یه شوت بزن. وای بد شانسی و گوه توی شانس. خطا برو سیتیپون برو سیتیپون. بگو صلاح. آخه صلاح داره چه گویی میخوره خود. حالا لا تر مارتین داداش این فندایی که حتی چشم ندارم. صلاح بده پاسو دیگه. دقیقه چند گل زد صلاح؟ پاس گل داد. نزدیک بود Losing possession. Reads the play beautifully. Excellent vision. Good کار میدادی نمیشدیم ما. هورا خوبه دیگه بزن میگیرش. برگردین عقب برین جلو.
Beautiful. من Through اینجا ball. تیم میندازمتون بیرون. Forward long pass. خیلی سخته. Through ball. من فیلیکم. A through ball attempt. بنده هانسی فیلیک Pushing it هستم. forward. باور نمی‌کنه نتایج A through رو. ball attempt. نتایج منو با فیلیک حالا تو مقایسه کن دیگه. ببین لیورپول رو Substitution it میدم. is. Still in control of the score line, این but that's a فصل wake-up خوبی call. بود. تو پاییزی بود. Fails to keep the ball. Beautiful through ball. این فصل خوبی بود خداییش. Tried a through ball. پاییزی بود. پاییز بود. Losing possession. ولی دیگه تکرار نمیشه. Threaded through. We're going to have a few additional minutes. چه پاس گلی داد صلاح. از اون وسط لابلایی در آورد، این نتونست بگیره، به چخ رفتن خریده. They've decided that now is the time for him to go to the bench. No more time. واقعا تیمی که قرار از من 8 نخورده بعد بیاد گندگوزی کنه. بعدم اینجوری با سوتی دفاعش برینه. چون صلاحه که اونجا برای خودش پرسه میزنه و 3 تا پاس گل میده و دوباره میره روی پاس گل دادن و باید نمونی خم میزنیم حالا. بازی بعدیش هم با بارسا بازیمون. بازی بعدی ما با منسیتی، بازی بعدی رئال سوسییداد با ما. وقتی که یه چیزی از خودم بهشون نشون بدم، یه چیزی که هیچ نمی‌فهمه. وقتش رو ببینیم با این فرم بازیکن‌ها بازی با موناکویی که زدیم. من برم دشویی بیام. اونو که زدیم داداش، شما از این مرحله بعدی از همین الان بدون. بازی 6 بمونه.
them all that the party's on. Having fun like a Mardi Gras. Feeling so good that it can't be wrong. Follow me and come see what we be on. Look so fresh from the head to top. Live so fast, always on the go. Staying on the move, that's Geronimo. Swag on fleek with a crazy flow. New shades, new whips. Chilling out with a crew, that's it. Feeling that groove, let's make it last. 100 miles an hour, no looking back. 100 miles an hour, yeah, we live so fast. Push the pedal to the floor, yeah, we gon' hit that gas. We living our dreams, it's in our genes, and we ain't never stopping living to the max. 100 miles an hour, yeah, we live so fast. Push the pedal to the floor, yeah, we gon' hit that gas. We living our dreams, it's in our genes, that's right. We ain't never stopping living to the max. You may be down, but you're gonna make it. Let them worries get to fading. We moving now, I wanna see you dancing. Music loud, that ground is shaking. The room so filled, I can barely stand. Hands in the air on my command, and let's slide all night. And we going way up, take flight. Yeah. Together we soar, breaking through the tide. Never slow down, yeah, we gonna ride. Feeling that groove, we gon' make it last. 100 miles an hour, no looking back. من برگشتم آقا برای بازی ششم و اصلا هم نمیخوام رم کنم چون این فرم بازی کنه ببینی میرینی تو خودت. البته با اینکه گیراسی تعداد بازیاش 6 تا بوده و 8 تا گل زده، ولی ایساک که 14 تا گل زده توی 7 تا بازی، تو 6 تا بازی، اصلا ازش چیز دیگه هم نریدستی. فقط دوستان عزیز فردا صبح نیاییم بگیم با بارسا باید بازی کردی. آقا من بارسا رو هم میکنم، رئالم میکنم. اگه آره اختلاف کم بشه شاید برینم بازی با بارسا رو، چون تیمشون قویه و امکان بردن بازی پارسا کمه، چون فرم امسالشون رو هیچکی نمیتونه فراموش کنه. این کورتوا هم البته خیلی سگه، نمیشه از کورتوا گرفت. بازی با پای کورتوا هم قشنگه. آره ولی خایمالی سوسلا بعد این پاس گلی که برای ایساک به خاطر این شوت و این سیو برگشتش و زدن سوسلا و گل شدن، برای ایساک پاس گل ثبت شد. اما ایساک هم همون کسی که همه فکر میکردن برای گل بزنه. برای من که اصلا امسال انگار و نه انگار مهاجم بوده و بله باز هم فدا کرد. براهیم این یک دفاع عمل کرده و یک سنگربان بزرگ بوده برای رئال. به جای یک گل زنه به تمام عیار که پاسال خود دوی آقای گل لیگ شد با 23 گل و یک افتخار زیبا رو نصیب خودش کرد. ولی من که به حرفه نمیتونم از محمد صلاحی بگذارم که پاس گل دادن به اون سختی رو تبدیل کرده به آسون ترین کار دنیا و داره یک سره پاس گل میده و خوب اصلی، یعنی کرکزی که اصلا رحم نمی کنه و فقط توی خط دفاع ما یک هوشیاره، یک آدم هوشیار و همش پاس های زیبا میده، دفاع های خوب میکنه و جاهای خوبی به تیم کمک میکنه و الکی هم نمیتونه بیاد جلو به بهونه دادن پاس گل یا زدن گل و افتخار گلزنی به من دفاع رو جذب کردن. اون فقط بازی میکنه، فکر کردیم نه، اون زندگی میکنه.
منم نفهمیدم نیمه اول کی تموم شد. Trying to find the زمان که target man. براهیم یکی از بهترین بازیکناش تیم حریف میره بیرون، یعنی واقعا اون بازیکنی که اومده Losing possession. لایق تشویقه و باید تشویقش کنیم The referee انقدری که says that بازیکن is all for خوبیه. today. اما حیف که به رودریگو وقت نمیرسه. ولی بارسلونایی که از اون طرف رئال مادرید داره هی میره پایین تر جدول، اما بارسلونا وایستاده سر جاش میاد بالا، اما با لیورپول افسانه ای از شانس بدش میخوره. ولی با بودن لوپز و بیرون بودن اولمو هیچ چیز بدی داخل بارسا ما نمیتونیم ببینیم. اولمویی که بازیش خیلی ضعیف شده نسبت به 2025 و اصلا اون اولمو سابق نبوده، اما خیلی بازیکن خوبی بوده، اما خیلی بازیکن وفاداری بوده. اولمو همون بازیکنی بوده که زمانی دیدش بارسا هافبک نداره و پشت مهاجم ندارن، ترجیح داد به جن که تو پست اصلیش رو بازی کنه بره پست غیر تخصصیش و با بودن در پست هافبک هجومی تیمش رو بفرسته به یک رتبه دیگه ای. این اولمو حقش داره خورده میشه در بارسا. این اولمو کسی بود که میتونست از بارسا بره، اما نرفت و بارسایی ها باید مدیونش باشن، اما بیشتر دارن به خاطر بازی بدش بهش بی احترامی میکنن و میگن خیلی بازی کنه بدیه. آخه اونا یادشون رفته این اولمو چجوری به تیمشون وفادار بود و تیمشون رو از خطر برد بیرون. آقا خدا وکیلی این پارت دیگه میگم گزارشو این دفعه دیگه یادم نمیاد. بنده آقای پاس گلی نیاز دارم، نه آقای گلی. و یکی داره آقای گل میشه، اما پاس گل فکرشو میکنی اون لیورپول همیشگی، اون لیورپول شکستن پذیر، اون لیورپول قهرمان جهان، اون لیورپول دیگه وجود نداشته باشه. اما کیان اومد که تاریخو بکشه به زیره بارسا. اولمو کسی که به جای لامین یامال اسطوره، یکی از اسطوره های باشگاه بارسلونا بیاد داخل، قطعا لایق به تشویقه. شزنی که تا تلاشش رو برای تیمش کرد، اما تیم بهش میگه سیگاری و نمیخوانش دیگه. کسی که زمانی دید بارسا دروازه‌بان نداره، دروازه‌بان خوب، به جای اینکه دیگه بخواد بوفون این قدیمش که بوفون رو نیمکت نشین خودش میکرد بخواد بازیکن نباشه و از فوتبال خداحافظی کرده باشه، اومد روی نیمکت بارسا نشست.
اومد نشست روی نیمکت تیم بارسا Substitution it is. و لواندوفسکی کسی که دقیقه 100 بازی Referee has باشه blown the whistle and we هم have a final ول score. نمیکنه حریفش رو. اون تا بازی رو ببره یا نبره براش مهم نیست، اون فقط تیمش رو میخواد و تیمش رو عشق کامل رو به تیم نشون میده، اما تیم باز هم از اون برای اون منتقد نشون میده. Welcome to the match. Fans seem like they're really looking forward to the game. بازی که شاید فقط فوتبال The first فکر half کنید is یک underway here. بازیه، Through ball. اما اون یک Reads the بحث play زندگی برای beautifully. فوتبالیست هست، Threaded through. چون اگه اونها گل نزنن Nice through ball. پولشون رو از باشگاه Square pass. نمیگیرن و مفت و Oh, they مجانی lose نیست که possession انقدر now. خوشحالن. Launching it long. ایساک به ازای هر Reads گلی the که play میزنه beautifully. Through ball. 100 میلیون Opening phase of the $10,000 game complete. میگیره. Promising signs from both sides. پولی که الان اگه A through بیان ball attempt. داشت Might ما really be able to خوشحال trouble them here. بودیم. Here comes the free kick. Fails to keep the ball. بچه‌ها فرانسه Tried a through ball. کسی که به کسی میگن Through ball. چیزی که به کسی میگن که در همه پست بازی Is it کنه. in? Plenty of لیورپول power on یکی that. از اینا داره Just و missed a بهترین golden بازیکنشون هم opportunity. نسبتاً بین 5 تا حداقل Restart from the هست goalkeeper. و در بیشترین حالت سومه و در کمترین Right حالت through. Tried a through پنجم. ball. Might be able to get in behind the ناچار defense. فرانسه‌ای که لیورپول داره ولی هیچکی بهش توجه نمیکنه. همین بازیکن جلوی بارسا کاشته زد و باز گل اول بارسا رو زد. اگه این گل نبود گل دوم گل مساوی نبود، Is it in? گل Plenty of دوم power گل on مساوی that. بود Rattles the و post. فقط با بازی Well, that's مساوی the end شده of رو the first می‌دیدن 45 minutes. لیورپولیا جلوی بارسا. جلوی بارسلونا تیمی که So the second بازیکن‌های half is عجوبه underway now. زیاد داره، اما هنوزم اون تیمی که ما نیاز داریم نیست. هنوزم نتونسته حتی یه سهمیه Reads the play بگیرن. beautifully. پس کسی که سهمیه نتونه تیمش بگیره واقعا لایق تشویق نیست. Reads the play عشق beautifully. بارسایی ها Position at the هانسی back فیلیک post. که به بارسا What a good 8 pass زد that در is. سال Good point 2020 get با there. خود بایرن مونیخ. Carrying که the از ball خود forward. بایرن هم آوردنش، Through ball. یه A جوری mid-center free kick. ناامیدشون کرده بارسایی ها رو که انگار نتونسته اصلا، انگار کتاب طلایی تیمش رو Goal kick. Didn't ازش miss by very گرفتن much. و ناامید شده کلن از تیم. Building from the back. کسی که بارسایی ها میگن برو Nice through برو، ball. اما Tried a نمیدونن through ball. عجب Beautiful through ball. مربیه که به خودشون زمانی که لیونل مسی عجوبه فوتبال دنیا The player should بهترین thank the بازیکن referee for تاریخ not showing his فوتبال card. داشتن. Square pass. 8 تا گل زد و از 5 تا هم رد کرد. Losing possession. حالا میفهمن که اون مربی Fails to keep the حالا ball. بعد رفتنش میفهمن که Through ball. عجب مربی یاد Losing دادن. possession. Through ball. Beautiful through ball. No more time left, the referee says, and that will do. بعد مساوی جلوی فرانکفورت اصلا بارسا اوضاع خوبی نداشت، مسخره‌شون میکردن. بعد باخت بارسا به منسیتی همه گفتن تقصیر لیورپولیاست که با تو آخوندن باخت بارسا رو تضمین کردن، اما Welcome to the match. لیورپولیا Fans seem like they're really looking forward to the game. گناهی ندارن. اونا فقط بارسلونا رو بردن، مگه That's the چیکار whistle. کردن؟ Kick off.
Knocks it toward the front. Losing possession. این پاس‌های عجیب، این پاس‌های چرت و پرت نشون داد که کناته حقش نبود بهترین بازیکن زمین بشه. حق خوری در فوتبال چقدر زیاد شده. A through ball attempt. Nice block. کناته همون بازیکنی که سال قبلی خیلی خوب بود، اما امسال این بار اصلا بازیکن نیست. اصلا هیچ کاری نمیتونه برای تیمش بکنه و نمیدوه. این ایساک و صلاح اون بازیکن سخت کوش نیست که با این که خودخواهی میکنن، اما باز هم گوله رو میزنن. حتی بچه یه دقیقه صبر کنید. خب بله. هی مودریچ چرا برای رئال اون همه افتخار آوردی زمانی که میدونستی اینا بهت یه زمانی خیانت رو میکنن؟ بله، باشگاه رئال مادرید خودش به مودریچ گفت تو دیگه پیر شدی، ما به تو بازی نمیخوایم بدیم، یا باید روی نیمکت تیم بشینی که اونجا هم جات نیست حتی، و یا هم باید از تیم بری. و بعد این حرف ها خودشون اصلا به انتخاب مودریچ که روی نیمکت نشستن برنابئو بود هیچ دقتی نکردن و مودریچ رو فرستادن بره آسی میلان تا بره اونجا در لیگ سالمندان ایتالیا زندگی کنه. در روزگاری که صلاح پاس میده ایساک میزنه، یادمون نمیره که چجوری نیمار پاس میداد به سوارز پاس میداد به مسی و از همون جا مسی برمیگردون به سوارز و گل میزد سوارز. این اتفاقها رو یادمون نمیره چون خیلی مفت و مجانی هم نبود این گل‌ها. مسی با دریبل زدن همه بازی گل میزد و اصلا هم هیچ شوخی با حریفاش نداشت و اصلا هم خوشحالی نمیکرد و مرام و معرفت یک بازیکن رو به آدم نشون داد. تو دور زمانی که جوانای فوتبال میگن ما بهترین بازیکن تاریخ فوتبالیم، ما یادمون نمیره اونا چه اعجوبه هایی بودن، یعنی مسی، رونالدو، نیمار، سوارز، کریم بنزما و حتی گرت بیل. قطار سرازیر شده رالی ها گرت بیل یه جوری فراموش شد که دیگه حتی هیچکی یادش نمیاد فوتبالیست بوده. اون قطار نبود، اون یک بازیکن اعجوبه بود. خب میرسیم به گزارش داستان. فهمیدید جلوی چه تیمی؟ باخ نمیدم، جام حذفیه. عادل فردوسی پور، عباس قانع و جواد خیابانی ترکیب شده. برو بریم. حالا بازی شروع میکنن بازیکنای موناکو. یه سیاه‌پوست میاد توپو ادامه بده، میگیرن ازش چون سیاهه، میرسه به کرکز سیاه‌تر. محمد صلاح سفید، بله دروازه، برو تو دروازه.
اینجا جامزویه، اینجا شوخی بردار نیست. اینجا آقای گل جامزوی افتخار بزرگی و نصیب میشه. وله میکنن. حالا توپ گرفته میشه و بله، الکساندر ایساک سیاه‌پوست عالم میزنه. پنالتی واسه رئال مادرید. یه جوری خوشحالی میکنه انگار برای تیمش پنالتی گرفتن. بابا برای تیمت یه کاری بهتر کردی، گل زدی، بیشتر خوشحالی کن. تیکای سیاه بودن بازیکنان موناکو اصلا کامل داره دیده میشه، همشون سیاهن. 9 تا بازیکن سیاه در یک زمین زیاد چیز عجیب غریبی نیست. حالا الکساندر ایساک، بله حاج عباس بیاد یه ذره گزارش کنه بعد من عادلی. حالا توپو میگیرن. پنالتی واسه رئال مادریده؟ نه اصلا رئال تو این بازی نیست راستی. آخ خیلی بد گرفت کرکس. یه پاس خوشگل ولی بد رسید. میزنه و داشته. بابا چرا اونجا دارین میافتین شما؟ عباسیان هستن؟ دوستان من عباسی خیلی بدم. عباس قفوری پوری مگه؟ آقا اینجا لیگ ایران نیست. میده با سوالا. اونجا بازی کنه شنبولی لیلی. او دایا شما ساگاشین رسیدین هایا. چی جوری اینجوری فرستاد هوا تو با محمد صلاحی که توی لیگ برتر داره میزنه همه رو میگاه. حالا بریم یه ذره جواد خیابانی. بوندیدی بودودا در بازه و بازی تموم میشه. و بچه ها خلاصه من این بود که دقیقه های 0 تا 12 جواد خیابانی بودم. دقیقه های 12 تا 20 تا 42 عادل فردوسی پور بودم. 42 تا 71 عباس قانع بودم. بعدش دوباره شدم عادل جان و دقیقه 72 تا 81 عادل بودم و 81 تا 90 که عباس بودم و آقای جواد خان خیابانی هم 90 تا 92 که بازی تموم شد بودم. حالا جدا از این اینتر میامی بارسا رو برده. من واقعا دوست دارم خودکشی کنم. چه هفته پرگلی. پرسپولیس از یا علی چلسی یا علی بسیکتاس اصلا گل نخورده و اصلا گل نزده. 0-0 شده ازم بازیشون با چلسی. عالی پیش رفته. لندن برده. هورا 7-6 کم گل ترین بازی تاریخ. 7-6 عجیب شد. مرسی که این ویدیو رو دیدین. ویدیو عجیبی شد. خداحافظ. لایک کامنت سابسکرایب نره. نمیدونم دیگه چی بود. ریپلای هم بکنید اگه دکمش بود. لایک کامنت سابسکرایب نره. خداحافظ. بله من داد میزنم. حاجی نزدیک به 1 ساعت بودیم. 30 ثانیه دیگه، نزدیک به 30 ثانیه دیگه 1 ساعت میشه ویدیو. خداحافظ. این چقدر طولانی بود. من یعنی نزدیک به 1 ساعت دارم ویدیو ضبط میکنم. خداحافظ. ول کن دیگه آقا. خداحافظ. لایک کامنت سابسکرایب نره.